پس فراموشی در روزه، نقطه دیگر فراموشی در روزه. فرق جهل و فراموشی در عبادت ها چیست؟ جهل این ندانستن حکم است. اگر انسان از روی نادانی کار حرام را انجام دهد چیزی بر او نیست. آن انسانی که فعلا وی در جهل در نادانی است، نه از روی تنبلی خودش، نه از روی بی‌پروایی بی‌اعتنایی در مسائل ناآموختنش. که فعلا اگر انسان مثل انسان اگر که در جهل باشد برایش چیزی نیست. اگر واجبات ترک نموده، اگر واجبات ترک کرده است، در حالت نادانی قضا بر او لازم نمی‌گردد اگر وقتی آن گذشته باشد. و دلیل آن پیامبر صلی الله علیه و آله بر کسی که نمازش را بد می‌خواند در روایت بخاری حدیث موسی صلات، کسی که نماز درست نمی‌خواند ولی نفهمید نمی‌دانست همون قدر می‌خواند، آن عربی که بود بر او امر که نماز تو اثر بخوان. دویم باره امر که نماز تو اثر بخوان. گفت ای رسول الله من دیگر از این بهتر خواندن نمی‌توانم. صفت برای او تعلیم داد، صفت نماز را برای او تعلیم داد و برای آن نمازهایی که از او پیامبر نپذیرفت قبول نشده بودند آنها را عمل نکرد که آن نماز را بگذار. برای همین نمازهایی که انسان از روی بی‌پروایی بی اهمیت اگر نخوانده باشد برای او قضایی نیست. بلکه طرز درست نماز حاضر را برای او رسول الله آموزاند دیگه گذشته را چیز امر نکرد. پس فراموشی یا که نسیان میگن از خاطر رفتن چیزی که معلوم بود. کسی از روی فراموشی حرامی را انجام داد. یک چیز حرامه که فراموش کرد و حرام است که اون کار را انجام داد. چیزی بر اون نیست. کسی که در روزه فراموش کرده خورد، فراموش کرده که روزه دار است خوردی، در حالی که فهمیدید در خود را باز می‌داری، برای تو چیزی نیست، برای تو گناهی نیست. در حالت فراموشی هم اگر خوردی برای تو گناهی نیست. در حالت نادانی هم اگر که خوردی برای تو گناهی نیست. ولی هرگاه باید آمد باید آن را از خدا نشدن باید بازیستی. بدرستی که بر تو الله تعامد است. و در حدیث آمده است که من نام عن صلاه او نسیها، کسی که از نماز در خواب مانده که فراموش کرد پس آن را بجا بیارد. گفتن صلی الله علیه و سلام. پس دلیل بر آن که فراموشی بر روزه ضرر نمیرساند چی است؟ فراموشی بر روزه ضرر نمیرساند. دلیل آن این قول الله سبحانه و تعالی است که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پروردگار ما اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مورد مؤاخذه و عذاب عقاب قرار نده. انسان فراموش کرد برای چیزی نیست، اگر که خطا کرد برای چیزی نیست، اما قصدن اگر انجام داد پس برای چیزی هست. و همچنین سخن پیامبر صلی الله علیه و آله اذا نسی فاکل و شرب، اگر کسی فراموش کرد و خود و نوشید فلیتیم صومه، گفتن که روزش را کامل نماید. فانما اطعمه الله و سقاه، بدرست که بنده رو که فراموش کرد خورد یا که فراموش کرد خورد یا که خطا کرد پس الله او را طعام داده است و شراب داده است در روایت بخاری. و در دیگر روایت اومده است که فلا قضاء علیه ولا کفاره، برای این بنده که از روی فراموشی خورد نشد نه قضا است نه کفارت است. اما مسئله دیگر آیا فراموشی مسئله جماع را همخوابگی را در بر میگیرد؟ انسان از روی فراموشی در رمضان با همسرش واقع شد، آیا این را هم در بر میگیرد؟ بله، در حدیث آمده است من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیه، هر کسی در رمضان اگر فراموشی روزه خورد برای قضایی نیست ولا کفاره و کفاره ندارد. حاکم و بیهقی این روایت نمودند. پس این روایت بر آن دلاله میکنه جماع هم همچنین در این داخل میشود. ظاهر آن نفی کفاره است، پس کفاره تنها در جماع است. از روی فراموشی اگر انسان واقع شد برای هم چیزی نیست. آیا فراموشی در روزه فرض روزه نفل بین هم دیگه فرق است؟ اگر انسان فراموش کرد در روزه فرض خورد گفتن که بله برای وی گناهی نیست، کفاره نیست، اشکال ندارد، اما آنچه که در باقی مونده است آن را میبرد. اما در روزه نفل چیست؟ بله فرق ندارد. اگر در روزه نفل اگر انسان فراموش کردگی بود روزه‌اش کامل مینماید، حکم یکسان است. اگر روزدار فراموش کرده بسیار خورد، مقداری بسیار خورد از روی فراموشی، آیا این مقدار تأثیری بر روزه او میرساند؟ نه، کم و بسیار خوردن از روی فراموشی برای روزه انسان تأثیر نمیبخشد. و دلیل آن حدیث ابی هریره رضی الله عنه است. حدیث ابی هریره است من اکل ناسیا فهو صائم، اگر هر کسی که در حالت روزدارش فراموشی اگر که خورد گفتن فلیتین صومه روزه‌شو کامل نماید فانما اطعمه الله و سقاه، بدون که الله او را تام داد و آب داده است. روایت بخاری و مسلم است. این حکم بر روزهای نفلی فرضی و نفلی یکسان است در خوردن و نوشیدن. کسی که در رمضان شخصی را می‌بیند که آب می‌نوشد، کسی که در رمضان شخصی را می‌بیند که آب می‌نوشد و می‌داند که این کارو فراموش از روی فراموشی کرده است، آیا او را آگاه کند یا بگذارد کارش را ادامه بدهد؟ در این مورد بین علما خلاف است. بعضی از علما گفتند که او را آگاه نماید که از آن باز ایستد و بعضی گفتند که بگذاردش، اما آگاه کردن وی بهتر است. الله اعلم. این است مسئله های امروزه رمضان که بر سمع شمایان بر دوش شمایان رساندیم. امیدوار هستم که چیزی از این بهره برده باشید. الله سبحانه و تعالی طاعت عبادت ما و شما را قبول نماید و ما را از اهل خیر و سعادت قرار بدهد و توفیق بر بندگی بر ما و شما عطا نماید.